مشکل اصلی دخترها از زمان شروع میشه که لاک رنگ جدید به ناخوناشون میزنن، بعد برای اون لاک بعد شال و مانتو کفش و شلوار و کیف و همه چی رو با هم ست کنن. عجیب، این لاک داستان جالبی داره. میگفت دختره رفته لاک زده به ناخوناش، از همینجا یه عکس گرفته گذاشته تو پروفایلش. ببین کامنت ها چی رفته اون زیر که پسر اومده مثلا کامنت: از لاک ناخونات معلومه که مهربونی. تو از کجا از لاک این فهمیده که اون مهربونه؟ اون یکی تو داشته واو چه عاشقانه لاک اون یکی زده لاک ناخونات تو حلقم، اون یکی زده سگ داره لامصب ناخونات، سگ داره. درستی تعریف میکرد، میگم یه شب فامیلا اومدن خونمون، دیدم دختر فامیلمون 1 متر و 80 سانتی. گفتم ماشاءالله دخترای نسل امروزی چه قدی میکشن. میگفت کفشاشو در آورد شد 1.70. اومد تو خونه کلیپسشو در آورد شد 1.60. میگفت میترسیدم بره تو اتاق محو بشه، کلا اصلا ناپدید